الله الرحمن الرحیم. د عروة الوثقا روزنیز مرکز وړاندې کوي. مرکز آموزشی عروة الوثقا تقدیم می کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین و بعد. خواهران و برادران عالی قدر و گرامی، بینندگان و تعقیب کنندگان صفحات اجتماعی عروة الوثقا، در بحث امروزی قسمت دوم لباس، تفاوت لباس و حجاب را توضیح خواهیم داد. باید گفت در چند قرن اخیر برخی از مفاهیم دینی آنطور که لازم است تفسیر نشده. از این جمله یکی هم مفهوم حجاب می باشد. موضوع حجاب با وجود صراحت آن در قرآن کریم و احادیث برای مسلمانان عصر حاضر به یک موضوع مغلق و پیچیده تبدیل شده است. با وجود سعی و تلاش محققین در موضوع باز هم به توضیح بیشتر نیاز است. بنابراین مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان تصمیم گرفت که با انجام پژوهش در نصوص و متون شرعی حقیقت آن را به هموطنان عزیز ما روشن سازد. و این قسط دوم این تحقیق را از طریق شبکه‌های اجتماعی عروة الوثقا حضور شما تقدیم می‌داریم. مشهور است که حجاب لباس زن است، یا هم جزئی از لباس زن است، و یا هم حجاب عبارت از نقاب یا چادری که زنان در عصور مختلف قبل از اسلام با آن روی خود را می‌پوشاندند. قابل یادآوری است که همه این تلاش برای آن صورت گرفته تا روی زنان را تحت فرضیت حجاب شامل عورت سازند. این تفسیر مسلمانان بالخصوص زنان مسلمان را با مشکلات گوناگون در داخل و خارج از کشورهای اسلامی روبرو ساخته است و از جانب دیگر ایده آن را حربه سیاسی ساخته و بر ضد مردم خود از آن استفاده می نماید. حتی کسی که مفهوم اصلی و حقیقی را برای آنها تبلیغ نماید شاید هم همان شخص را فرد منحرف و حتی خارج از دین قلمداد نمایند. در برخی و یا حتی بیشتر موارد بر بعض علما نیز دشوار است و به حد زیر تأثیر عنعنه و رواجی که استوار بر غلو و افراط است قرار گرفته‌اند و بر آن تأکید می نمایند که گویا دین اصلی همان است. برخی ها با وجود دانستن حقیقت حجاب به خودسانسوری پرداخته‌اند. اما مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان با استمداد به دلایل و شواهد از نصوص این موضوع را طوری که حق آن ایجاب می نماید خدمت مردم مسلمان ما تقدیم می کند. برای اینکه طولانی بودن ویدیو شما را خسته نسازد، تحقیقات انجام شده در قسمت‌های مختلف از طریق مرکز نشراتی عروة الوثقا حضور شما برز رسانده می شود. قسط اول در مورد لباس از نظر قرآن کریم و احادیث به شما تقدیم گردید. در این قسط یعنی قسط دوم در مورد لباس عربها قبل از اسلام و اوایل اسلام بحث صورت می گیرد. اول قبل از اسلام. دکتر یحیی الجبوری در کتاب خود الملابس العربیه فی شعر الجاهلی 166 نام لباسهای عربی از محتوای شعر دوران جاهلیت نقل می کند. دکتر عبدالعزیز حمید صالح استاد بخش ادبیات پانتون بغداد که در سال 1986 میلادی نوشته تحت عنوان ملابس نساء العرب قبل الاسلام که اخیراً در ژورنال ادب شماره 34 سال 2021 به نشر رسیده، از مجسمه های موجود قبل از اسلام در موزیم های مختلف چنین توضیح در مورد جبه، عبایه، درع زنانه و خمار نقل می کند. به هر حال بانوی عرب در مجسمه دیواری با جبه کوتاه یا عبایه یا درع زنانه که طول آن تقریباً به وسط ساقهای پای او می رسد و در پایین با حاشیه های دراز ختم می شود نشان داده شده است و همچنان یک خمار ضخیم که گردن، سر و قسمت از پشت و سینه او را پوشانیده است. صفحه 205 همین مقاله. نتیجه از این بحث کوتاه تاریخی این است که کلمه حجاب با همین حروف ح، جیم، الف، ب در عصور قبل از اسلام در لیست لباسهای آن زمان وجود ندارد. دوم، لباس در لابلای آیات قرآن کریم و احادیث نبوی. از جمله همه لباس‌های لیست شده از زمان قبل از اسلام 8 نوع لباس آن در قرآن کریم ذکر شده است که عبارت از قمیص، زینه، ثیاب، خمار، لباس، سرابیل، لبوس و جلباب می باشد. برخی خاص سندس و استبرق نوعی از لباس ابریشم که برای جنتی ها وعده داده شده را نیز بر آن علاوه می کنند.
و در احادیث بیشتر از 100 نام لباس یا نوع لباس مروج در میان عرب ها ذکر شده. اما نکته جالب این است که به نام حجاب به کدام لباسی اشاره نشده است. نتیجه این است که به نام حجاب نه در عصور قبل از اسلام و نه هم در عهد رسالت که شامل لباس مرد یا زن باشد وجود ندارد، بلکه توسط عده‌ای که در اجتهاد خود به خطا رفتند در لیست لباس‌های زنان اضافه شده است و برای توجیه آن تلاش نمودند تا کلمه حجاب را در توضیح لباس زنان مانند جلباب، خمار، قمیص و غیره جابجا سازند. زیرا خود آنها نیز از محتوای آیات و احادیث می‌دانند که حجاب مذکور در آیت 53 سوره احزاب لباس یا جزئی از لباس زن یا مرد نیست، ولی آنها حجاب را به گونه عجیب تعریف می‌نمایند که ما به طور نمونه تعریف حجاب را از صفحه 27 کتاب حراسة الفضیله نوشته بکر بن عبدالله ابو زید نقل می‌کنیم. نکته اول، یعنی حجاب ماندن در خانه است، زیرا آنها را از دید مردان بیگانه پنهان می‌کند و از آمیزش با آنها جلوگیری می‌کند. نکته دوم، حجاب آنها یعنی زنان از طریق لباس است که از جلباب و خمار تشکیل شده است. تعریف حجاب با لباس این است که تمام بدن زن هم از روی، دست و پا را بپوشاند و زینت‌هایی را که به دست می آورد به گونه‌ای بپوشاند که بیگانه ها آن را نبینند. این حجاب از طریق جلباب و خمار حاصل می شود. حتی از این هم یک قدم پیشتر می رود و به تعقیب آن خمار را چنین تعریف می نماید: آنچه که به آن زن سر خیش، روی خیش، گردن و جیب یعنی سینه خیش را می پوشاند. در اینجا یک تحلیل کوتاه تقدیم می کنیم. اول این که خمار را معمولا همه زنان عرب برای پوشاندن سر استفاده می نمودند، چنانچه در سیر تاریخی بر لباس عرب قبل از اسلام اشاره نمودیم. اما چیزی که برای استفاده از خمار به اساس آیت 31 سوره النور علاوه گردیده عبارت از پوشاندن قسمت فوقانی صدر یا سینه زن توسط آن است، نه پوشاندن روی، زیرا در آیت شریف تنها جیب یعنی جیوب که همان قسمت فوقانی سینه زن است آمده است و زمانی که قسمت فوقانی سینه زن مطابق حکم آیت پوشانده شد، گردن یا عنق زن به طور طبیعی تحت پوشش قرار می گیرد. اما در این آیت هیچ دلیلی بر این که خمار روی زن را بپوشاند وجود ندارد. دوم، اگر به تعریف حجاب از نظر نویسنده این کتاب برگردیم می‌یابیم که نزول حجاب برای تنظیم بهتر معامله سایر مؤمنان با ازواج مطهرات رضی الله عنهن صورت گرفته است، نه برای این که معامله زنان پیامبر را با مؤمنان به طور کلی قطع نماید. سوم این که بکر بن عبدالله ابو زید تقسیم جالب را برای حجاب به وجود آورده است که من نمیدانم از کدام نص قرآن کریم یا حدیث گرفته باشد. برخی البرقع یا البرقع که به اصطلاح جامعه ما آن را چادری مینامند را حجاب میگویند، ولی این هم به دلایل مختلف حجاب شمرده نمیشود. الف، اینکه کلمه حجاب مفهوم یا اصطلاح مجهول نیست، بلکه در قرآن کریم بیشتر از یک بار ذکر گردیده و مفهوم آن بسیار روشن است. ب، کلمه حجاب مذکور در آیت 53 سوره الاحزاب نیز به معنای چادری یا برقع نیست، زیرا شرح آن در آیت مذکور و احادیث بسیار واضح است و مفهوم حقیقی آن به اندازه آشکار است که کسی نمیتواند آن را با 2 انگشت پنهان ساخته و اصطلاحات دیگر را با آن مترادف سازند تا به خطای اجتهادی خیش راه و طریقه باز نمایند. جیم، اگر ما البرقع یا البرقع را معادل و مترادف حجاب بدانیم، به این معنا است که با ازواج مطهرات رضی الله عنهن به همه مؤمنان اعم از مرد و زن توهین کرده، العیاذ بالله. زیرا ابن منظور در لسان العرب جلد 8 صفحه 9 و الازهری الهروی در جلد 3 صفحه 188 تهذیب اللغه از لیث رحمه الله این قول را نقل میکنه که گفت: جمع البرقع البراقع قال و تلبسها الدواب و تلبسها نساء الاعراب و فیه خرقان للعینین. جمع برقع براقع است و آن به حیوانات پوشانده می شد و زنان اعراب آن را می پوشید و در آن 2 سوراخ برای 2 چشم است. اسلام که برای حفظ کرامت انسان آمده است، در چیزی که تحقیر و توهین به انسان یعنی زنان باشد آن را تایید نمی کند و تحقیر زنان و توهین آنها و زنده به گور نمودن دختران و آنها را همکار شیطان و یا خود شیطان تلقی نمودن از میراث‌های جاهلیت است. بنابراین در هیچ محلی هم به پوشیدن برقع یا چادری امر نشده است.
اگر بپرسند که چرا در منطقه ما چادری رواج است، جواب این است که متاسفانه ما در بسیاری امور به جاهلیت برگشته ایم، اما آن را اسلام می‌خوانیم. دال، دلیل دیگری که ثبوت می‌کند که برقع یا برقع حجاب شده نمی‌تواند این است که برقع پوشیده می‌شود و حجاب همان طور که در بحث لباس عرب‌ها با آن اشاره شد در لیست جامه‌های پوشیدنی نیست. حجاب مذکور در آیات قرآن کریم و توضیح آن در احادیث مرتبط به اسباب نزول آن میرساند که حجاب پرده بر در واضح خانه، هودج و قبه یا خیمه خرد می باشد که در اقساط بعدی به طور مفصل شرح می گردد. در اینجا به یک نکته مهم اشاره می کنیم که هیچ وقت پیامبران علیهم السلام برای این مبعوث نشدند که همه رسوم و عادات موجود در همان قوم یا جامعه را نابود سازند و به جای آن رسوم و عادات جدید را معرفی کنند، بلکه بسیار واضح است که پیامبران علیهم السلام آمدند تا جامعه را اصلاح نمایند، چنانچه شعیب علیه السلام به قومش میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. من اراده به جز اصلاح ندارم به اندازه آنچه در توان و طاقت من است. و همین دلیل برای هر مسئله مربوط به معاملات و امور دنیوی ضروری نیست بپرسیم که این مسئله در قرآن و حدیث آمده است یا خیر، به دو دلیل. اول، قاعده فقهی است که همه چیز مباح و جایز است مگر اینکه برای تحریم آن دلیل شرعی آمده باشد. دوم، اگر مشکلی در مسئله از لحاظ شرعی وجود داشته، شارع یعنی الله عزوجل حتما در مورد آن وضاحت داده است، در غیر آن طبق تعامل مردم با آن عمل می شود. مانند شرکت که صاحب هدایت در مورد آن می نویسد: شرکت جایز است زیرا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث گردید مردم چنان تعامل داشتند و او صلی الله علیه و سلم آن را با تقریر خود تایید کرد. ولی در مسئله بیع و ربا یعنی سود، الله سبحانه و تعالی هر دو را توسط نص صریح واضح ساخت: قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. میگویند بیع مانند سود است، در حالی که الله سبحانه و تعالی بیع را حلال و سود را حرام گردانیده است. از بحث خیش نتیجه میگیریم که اول، از تاریخ لباس عرب در عصور قبل از اسلام ثابت شد که حجاب لباس پوشیدنی زنان در میان عربها نبوده است. دوم، حجاب شامل انواع لباس مذکور در قرآن کریم و حدیث نمی باشد. سوم، کسانی که حجاب را جلباب و خمار می دانند برداشتشان درست نیست. البته علما می توانند برای توضیح بیشتر به کتاب جلباب المرأة المسلمه امام البانی رحمه الله مراجعه کنند. چهارم، ایجاب می نماید تا برای فهم بیشتر حجاب به قاموس‌های عربی و متون دینی مراجعه کنیم و این مسئله را ان شاء الله در قسط آینده توضیح خواهیم داد. و ما علینا الا البلاغ.